مرد بسیار ثروتمندی که از حکیمی دلخوشی نداشت، با خدمتکارانش در بازار با حکیم و تعدادی از شاگردانش روبرو شد. مرد ثروتمند با حالتی پر از غرور و تکبر به حکیم گفت: تصمیم گرفته‌ام پول خودم را هدر دهم و برایت سنگ قبری گران قیمت تهیه کنم. بگو جنس این سنگ از چه باشد و روی آن چه بنویسم تا هر کس بالای آن قبر بایستد و برای تو آرامش طلب کند شاد شود و خنده‌اش بگیره. حکیم خنده‌ای کرد و پاسخ داد: اگر خودت هم بالای سنگ قبر می‌ایستی، سنگ قبر مرا از جنس آینه انتخاب کن و روی آن هیچ چیز ننویس. بگذار مردمی که بالای اون می‌ایستند تصویر خودشون رو ببینند و اگر هم آمرزشی طلب می‌کنند نصیب خودشون شود. مرد ثروتمند که حسابی جا خورده بود برای اینکه جلوی اطرافیانش کم نیاورد با تمسخر گفت: اما همه که برای دعای آمرزش بالای سنگ قبر نمی‌ایستند. حکیم با همان تبسم گرم و صمیمانه همیشگیاش گفت: آنها آیین‌هایی بیش نخواهند دید.